تو این ویدیو میخوایم واقعیت حذف کردن یه فایل رو از حافظه سیستم بگیم. تا حالا شده یه فایلی از سیستمت حذف کنی و با خودت بگی تمام شد؟ نمیخوام تو ذوقت بزنم، ولی اون فایل پاک نشده. کامپیوتر خیلی گشادتر از این حرفاست که بیاد فایلا رو دونه دونه پاک بکنه. به خاطر همین میگه فعلا اسمشو خط میزنم تا بعدن اگه حال کردم بازنویسیش کنم. مثل اینه که پلاک یه خونه رو بکنی ولی خود خونه با تمام وسایلش اونجا باشه، یا یه کتابو از فهرست کتابخونه خط بزنی ولی خود کتاب اونجا باشه و خاک بخوره تا زمانی که یکی پیدا بشه و صفحات اون کتاب با داستان جدید پر بکنه. یا اینکه بالاخره یه آدم فضولی مثل برنامه‌های ریکاوری پیدا بشن و فایل‌ها رو بازیابی کنن. به خاطر همینه که حذف کردن یه فایل خیلی سریع‌تر از انتقال دادنشه، چون در واقع سیستم گفته چیستیر بابا. سیشتیر بابا همتونم. پس دفعه بعدی که یه چیزی رو پاک کردی و سیس نابودگر گرفتی، بدون که اون هنوز اونجاست، داره از صفحه بهت نگاه میکنه.